پودمان 3 سال 12 ریاضی فنی حرفه‌ای رو میخوایم شروع کنیم بچه‌ها. ما در پودمان 2 با مفهوم حد آشنا شدیم و تعریف حد چپ و حد راست رو هم گفتیم. حالا ادامه در پودمان 3 ما حدهای دو طرفه رو، یعنی حد چپ و حد راست رو تابع و در یک نقطه مجددا توضیح میدیم و یه مفهوم دیگه ای هم وارد درس میشه که بتونیم پیوستگی تابع رو درس بدیم. اونم مفهوم مقدار تابع در یک نقطه است. خب حد چپ و حد راست، توجه کنید من مثالی رو پای تخته براتون زدم که در این یه تابعی داریم که از دو ضابطه تشکیل شده. این تابع fx که من تعریف کردم. بعد سوالایی که الان اینجا ما مطرح کردیم به این شکله که در نقطه 2 x2 مساوی 2 من یه حد راست از شما میخوام، در همین نقطه یه حد چپ میخوام و یه مفهوم جدیدی که وارد کردیم مقدار تابع در x2 که مقدار تابع رو با f نشون میدیم. پس حد راست علامتش رو میدونید، بالاش به علاوه دارید. حد چپ بالا منفی. f2 یعنی مقدار تابع در نقطه‌ای که xش 2 هست، مقدار تابع چنده. این ستا رو الان روی شکل انجام بدیم با هم دیگه تا حدهای دو طرفه مشخص بشه. حد راست چیه، حد چپ چیه و مقدار تابع، تا بتونیم برسیم به مفهوم پیوستگی تابع در یک نقطه. خب در مورد حد راست تابع از روی شکل، خب گفتیم اینجا دو بالا مثبت یعنی ایکسای ما از دو چی هستن؟ بزرگترن. پس من میام چیکار میکنم؟ از دو رو برای اینکه حد راست رو به دست بیاریم خیلی ساده یه نقطه ای رو یه کمی بیشتر از دو میگیرم. ببینید اینجا اگر عدد 2 باشه یه کمی سمت راستش میگیرم ولی خیلی نزدیک به عدد 2. دقت کنید از اینجا من میخوام چی رو به دست بیارم؟ مقدار تابع در این نقطه در حقیقت. خب یادتون هست از اینجا میزنیم به نمودار، از اینجا میاریمش به کجا؟ به اینجا. ببینید این تابع رو در این نقطه قطع کرد، یعنی سمت راست رو قطع میکنه. اگه من یه خطی رسم کنم ببینید اینجا دیگه قطع نمیکنه، سمت راست قطع میکنه. از اینجا میاریدش میزنید به ایگرگ. حالا هرچی این از این نقطه که من گرفتم نزدیک بشه به 2، اینم از این نقطه دقت کنید از اینجا هم میاد پایینتر به چی داره نزدیک میشه؟ به عدد 1 نزدیک میشه. یعنی این که به عدد 2 نزدیک میشه ایکس شما به این سمت نزدیک بشه به عدد 2، اینم از اینجا داره به پایین میاد نزدیک میشه به چه عددی؟ به عدد چند؟ عدد 1. پس حد راست من در این نقطه میشه چند؟ میشه عدد 1. مقدار 1. خب برای حد چپ در نقطه 2 اونم خیلی ساده است. ببینید من یه مقداری سمت چپ عدد 2 میگیرم. این ایکس من 2 درسته؟ من اگر اینجا یه خطی رسم کنم برای اینکه مقدار ایگرگ رو میخواید به دست بیارید باید نقطه ای رو پیدا کنید روی تابع. خب اینجا من اگه یه خطی رسم کنم بالا ببینید تابعی وجود نداره، اینجا میاد پایین اینو قطع میکنه. ببینید میاد اینجا اینو قطع میکنه. حالا از اینجا من میارمش رو مقدار ایگرگ. ببینید هرچی به این نزدیک بشه از این سمت، ببینید از این طرف نزدیک بشه به این نقطه، اینم میاد به سمت بالا. به چی داره نزدیک میشه؟ به عدد منهای 3. تعریف حد همین بود دیگه. وقتی x به عدد 2 نزدیک بشه از سمت چپ، مقدار تابع ما یعنی مقدار y میاد بالاتر. ببینید میاد بالا به چی نزدیک میشه؟ به منفی 3. پس این میشه چقدر؟ منفی 3 میشه در مورد حد چپ. اما این مفهوم جدید
F2 ببینید حد چپ و راست، ما حد راست رو یه ذره ایکسمون رو بیشتر از 3 میگرفت، بیشتر از 2 میگرفتیم. این مفهومش اینه، یعنی از 2 باید ایکستون بزرگتر باشه. ببینید من بزرگتر گرفتم. در مورد حد چپ چی میگه؟ میگه ایکست باید از 2 چی باشه؟ کوچکتر باشه. حد چپ دیگه از سمت چپ داره نزدیک میشه. مثلا 1.9 باید باشه. ببینید من اومدم کمتر گرفتم. این در مورد حد. پس یه مقداری باید x رو بیشتر بگیرید، یه مقداری x رو کمتر. خود عدد 2 ببینید نیست، اما مقدار تابع دقیقاً خود عدد 2. خب حالا اگر خود عدد 2 رو ما بگیریم یه خطی رسم کنیم، این خط رو رسم کنیم، دقت کنید این خط رو درست خود نقطه 2 F2 خود عدد 2 اگر یه خطی رسم کنیم، این نقطه چینا، این جاهایی که تو خالیه، این تو خالیه، ببینید ازش رد میشه، گیر نمیکنه. اما میایم باز بالا میبینیم از اینم تو خالیه، یعنی این در اینجا تعریف نشده هنوز تابع. میری بالاتر نقطه توپر گیری میکنه این خط شما. میشه چند؟ 2. پس F2 ما میشه چند؟ 2. ببینید این خط رو که رو خود 2 رسم کنیم دقیقاً تو نقطه توپر گیر میکنه. پس فهمیدیم که مقدار تابع، اینجا حالا من یه نکته یادداشت میکنم، پس مقدار تابع یعنی FA، حالا آی ما اینجا چنده؟ آی ما 2 بوده. FA نقطه چیه؟ نقطه توپر است. پس نقطه‌ای که توپره اون میشه مقدار تابع. پس ما الان حد راست رو فهمیدیم چیه؟ حد چپ رو فهمیدیم، مقدار تابع رو هم فهمیدیم. حالا با توجه به اینی که ما متوجه شدیم که حد چپ و راست و مقدار تابع چی هست، بریم مفهوم پیوستگی تابع رو الان براتون توضیح میدم. ضمناً من یه یادآوری کنم، اگر به شما میگفتن این تابع مال پودمان 2، میگفتن تابع در نقطه 2 حد داره، شما میگفتید حد نداره. چرا؟ چون مقدار حد راست تابع شد 1، حد چپ تابع شد بنای 3، میگفتید تابع در این نقطه حد ندارد. شرط وجود حد چه بود؟ برابری حد چپ و حد راست در اون نقطه. پس این تابع اولا در این نقطه اصلا حدی هم نداره. حالا بریم تعریف پیوستگی تابع بکنیم. پیوستگی تابع رو الان من می‌نویسم براتون. زمان تابع در یک نقطه پیوسته است که حد چپ و حد راست و مقدار تابع با هم برابر باشه. اگر هر ستای اینا یک عدد میشد، میگفتیم تابع در این نقطه پیوسته است. اگر مساوی نشه هر ستا، میگیم تابع در این نقطه پیوسته نیست. بریم مثال بعدی که بحث پیوستگی رو ادامه. 2. پیوستگی تابع در یک نقطه. شرط همون مطلبی که گفتیم من دارم اینجا براتون می‌نویسم. شرط پیوستگی تابع در یک نقطه برابری حد چپ و حد راست و مقدار تابع در آن نقطه است. پس باید حد چپ، حالا من می‌نویسم حد چپ در نقطه‌ای که حد چپ باید با چی برابر باشه؟ در نقطه آ داریم حساب میکنیم. باید با حد راست در نقطه آ و اف آ با هم چی باشن؟ برابر باشن. اگر این سه شرط با هم یکی شد، میگیم تابع در نقطه آ، در نقطه x مساوی آ، در نقطه آ پیوسته است.
اگر با هم برابر نشد میگیم این تابع در این نقطه پیوسته نیست. خب بریم با اولین مثال رو من شروع کنم. مثال در تابع fx به صورت زیر یه تابعی من به این صورت براتون مثال زدم. fx ما پس از دو تا ضابطه تشکیل شده. این دو ضابطه مال تابع fx. در نقطه دو حالا سوالش من می‌نویسم. در تابع به صورت زیر پیوستگی تابع در x مساوی 2 بررسی کنید. خب اینو می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم که تابع در این نقطه پیوسته هست یا نیست. چند تا کار باید انجام بدیم؟ حواستون باشه در پیوستگی 3 کار باید انجام بشه. در حد چند تا بود؟ 2 تا. پس من باید در این نقطه باید خودم بیام چی رو حساب کنم؟ باید یه حد چپ بگیرم در نقطه 2. درسته؟ یه دونه حد راست بگیرم در این نقطه، حد راست، و یه دونم چی حساب کنم؟ مقدار تابع حساب کنم در این نقطه. درست شد؟ خب میام برای حد چپ. خب در نقطه‌ای که x ما 2 هست من میخوام حد چپ حساب کنم. گفتم در این نقطه‌ای که ما داریم این نقطه 2 درسته؟ یه مقداری باید سمت چپ بگیرم. این میشه برای حد چپ. پس این برای حد چپه بچه. حد چیه؟ چپ. یه کمی پایین سمت چپ میگیرم. میزنمش خط رسم میکنم نقطه چی میگم تابع رو کجا قطع میکنه. ببینید اینجا قطع کرد. چه عددی دارید میبینید الان؟ عدد چند؟ 1. پس حد چپ من میشه عدد 1. برای حد راست ببینید یه کمی بیشتر بگیرید از این. از 2 باید بیشتر باشه دیگه. حد راست یعنی x تون از 2 یه ذره بیشتره. خب میزنیم به تابع ببینیم اینجا قطع میکنه. درسته؟ میارمش به سمت y. خب حد راستمون میشه چه عددی؟ 2. یعنی چی؟ یعنی وقتی این نقطه داره نزدیک میشه به سمت 2 ببینید اینم هی میاد پایینتر به چه عددی نزدیک میشه؟ y به عدد 2. پس حد راست ما شد چه عدد چند؟ 2. مقدار تابع حالا. اما مقدار تابع گفتیم اگر یه خطی شما اینجوری رسم کنید این نقطه تو خالی که ازش عبور میکنه مثل یه لوله در نظر بگیرید. این خط رو رسم کنید تو لوله گیر نمیکنه. میاد کجا گیر میکنه؟ تو نقطه توپر. پس نقطه توپر جواب F میشه چند؟ اینا نقطه توپر شد چند؟ 1. درسته؟ خب تابع الان چه وضعیتی داره؟ آیا پیوسته است؟ خیر. پس جواب من بنویسم. خیلی دقت کنید. تابع در x2 ناپیوسته است. درسته؟ ناپیوسته است. خب یه نکته رو میخوایم همینجا بچه ها بگیم الان براتون. درسته که این تابع در این نقطه ناپیوسته است اما ببینید شما F2 شد چند؟ 1. حد چپتون چند شد؟ اونم شد چند؟ 1. ببینید این دوتا با هم چی هستن الان؟ برابرن. درسته؟ مقدار تابع با حد چپ برابره. حالا به یه نکته میرسیم میگیم درسته ناپیوسته است ولی از سمت چپ پیوستگی داره. تابع قطعی نداره. ببینید پس اگر یکی از حدها با مقدار تابع برابر بود
میگیم تابع در اون سمت پیوسته است. دقت کنید. پس من این نکتهشو الان بنویسم اینجا این نکته. ولی در سمت چپ، ببین سمت چپه، در سمت چپ چیه؟ پیوسته است. درست شد؟ پس من این نکته را اینجا براتون یادداشت میکنم. نکته: اگر مقدار تابع یعنی چی؟ F با یکی از حدها برابر باشد، تابع در آن سمت پیوسته است. خب پس اینم یه نکته. درسته که تابع ناپیوسته است، اصلا کاملا مشخص ناپیوسته است. ببینید تابع اینجا ادامه داشته، یه دفعه پرش کرده، ببینید پرش کرده رفته بالا، پس تابع اینجا ناپیوسته است. اما سمت چپ تابع تا برسه به عدد 2، تابع چیه؟ پیوسته است. پس پیوستگی چپ داره ولی پیوستگی راست نداره. این یک نکته.